من نمیکنم. ریال نباخدم. همارا در برنامه هرچی میگفتم اگه چی میترسی ناز میکنی گفته. رفته؟ هیا برای رو خیلی کشه. نغمه نک رفته؟ خیلی سوی بگو و فایرد کن. نه نمیکنم. مرم تا رو تاوسکه. میترس. آفرین. واو. سلامی سرشور از مهر و محبت نثارتان باد. تماشابینان همیشگی برنامه‌های کانال پیشصف. چند باز برای شما برنامه تهیه نکرده بودیم. اکنون تصمیم گرفتیم که در این فصل زیبای تابستان برایتان برنامه آماده کنیم. بله، برنامه بسیار جالب و دیدنی با اشتراک یک گلدختر زیبای دیار، علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، نصیبه رستمزاده. نگفتن نماند که این برنامه بسیار جالب و زیبا می‌گذرد. از آنکه بیشتر تماشابینان ما برنامه ما را از کشور روسیه تماشا می‌کنند، برایتان یک توصیه خوب دارم. از کارت بلک دیبیتی تی بانک استفاده برده کار و فعالیتتان را آسان نماید. بله، کارت دیبیتی بلک تی بانک را با دیزاین طبیعت زیبای تاجیکستان فرمایش دهید و وطن عزیز ما را فراموش نکنید. اکنون آن را میتوان با طرح نو و تکرار طبیعت زیبای کشورمان فرمایش داد. تی بانک نامی نوی تینکوف بانک است. بیش از 1 میلیون شهروندان ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان که در روسیه کار و فعالیت میکنند مشتریان آن میباشند و این دلیل بر آن است که این کارت بسیار افضلیتناک است. امکانیت استفاده بانک با زبانی برای شما موافق. برنامه تی بانک با زبانهای قرقیزی، ازبکی و تاجیکی کار میکند. خدمات پشتیبانی باشد با زبان تاجیکی و ازبکی است. پول را از روسیه به کمینس انتقال دهید. در مجموع در یک ماه تا 5 میلیون روبل میتوان به خارجه انتقال داد. پول نقد را به کمیسیون نه تنها از بانکمت‌های تی بانک بلکه از دیگر بانکمت‌ها نیز میتوانید گیرید. برای درخواست کارت به شما شهروندی روسیه مهم نیست. تنها پیوند در توصیف بوده را پیگیری کنید و شکل را پر سازید. کارت را با نام شما رایگان ثبت کرده به همه جای در روسیه برایتان موافق برده میرسانند. مقداری کارت هایی که طبیعت ناتکراری ما را تصویر میکنند خیلی محدودند. شتا بیتا برای خود یک تا از آن بگیرید و یک یادگاری خرد از وطن همیشه با شما خواهد بود. اشتراکچی برنامه نوبتی بانوی پرهنر، چهره‌ای برای همه ما آشنا که پیوسته برنامه‌های جالبش را دیدن می‌کنیم و از هر یک برنامه‌اش غذای معنوی می‌گیریم. نصیبه رستمزاده، دارنده عنوان علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، علوچی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و علوچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان. شعارش در زندگی: من وطن را بیش از هر وقت دوست دارم.
باری دیگر روز و روزگارتون بخیر، شادی باشه تماشابینان همیشگی برنامه‌های کانال ما. اینک ما رسیدیم به دهه کمانگران شهر وحدت، همراهی اشتراکچی بسیار خوشگل و زیبا و شیرین سخنی ما نصیبه رستمزاده. سلام علیکم. سلام علیکم. پیش از همه به شما و به مخلصان کانال شما سلام عرض می‌دارم و سپاسگزارم برای دعوت. تب چی خیلی است؟ راستی گپ تب خیلی بالیده است، اما کمی چی میگن حسی ترس داشته باشم. برای چی؟ برای که شاید که من از عهده بخش‌های برنامه شما نبرایم یا نمیدونم. خلاصه از شب باز در فکر خواب کردم که چگونه میشده باشد برنامه. به شوخی؟ آیا تماشاباب میشده باشد یا نه؟ من امیدوار هستم که تماشاباب میشود با این لفظ شیرینی که شما دارید، با این نازوکه که شما دارید و حتما که در رفت برنامه چون یک ایجادکار، یک گلدختری بسیار موفق هستید، با همون شیرین سخنی، با همون شوخی های نمکین برنامه ما رو جالب میکنید. امیدوارم. ما همراه نصیبه بانو تقریبا 2-3 سال است که میخوایم همین برنامه رو تحریزی کنیم. اکنون وقت ساعت همین روز بوده است و بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. امیدوار هستم که یک برنامه بسیار بسیار جالب و دیدنی می شود. ما رو همسفر باشید و بهترین لحظه ها رو با ما ببینید. اینجا ما برای وارد شدن به حولی از صاحب خانه اجازت پرسیدیم. اجازت داد و ما را به خوبی پذیرفت. بسیار خانه زیبا، اینقدر گل‌های زیبا، اینقدر یک بار خواهش میکنیم از نواربرداران نشان بدن اینجا زحمتی خیلی طولانی، زحمت زیادی صاحب خانه، یک دستانی معجزه آفر، یک بانو، یک زن، یک مادر این گل‌ها رو اینقدر زیبا کرده است. راست گفتی بردین، ولی زحمت کنه اگر محبت ولی اگر همین گل‌ها رو اگر با محبت با مهر اگر نگاهبین نکنی، اگر 100 زحمت کشی اینها سبز نمیشوند. بله. از تجربه خود میگم. بله، یک بار خواهش میکنم نشان بدهید این گل‌های زیبا رو. احسن به شما مادر جان، خیلی محبت و انرژی زیاد دادید به این گل‌ها. خب بسیار خانه زیبا، برای من بسیار خوش آمد. خدا جان اجازت هست ما یک برنامه داریم با نام بانوی پرهنر که دخترای شهر بعد هم میآیند کارهای دیگر را اجرا میکنند. امروز در خانه شما چی کاری که است شما فقط فرمان میدهید، نصیبه همچون کلین این خانه اجرا میکند. اجازت هست خاله جان؟ اجازت باشد. چون دیگر برنامه ها البته برای نصیبه بانو 5 دقیقه وقت میدیم تا پیراهن کاری خود را ببر کند و بپردازیم به کارهای دیگه. ما رو هم سفر باشید و بهترین لحظه ها را با ما ببینید. نصیبه رستمزاده در بانوی پرهنر با ما باشید. اینک نصیبه رستمزاده با یک پیراهن بسیار زیبای تاجیکانه آماده شدند. به حد زیبا. رحمت. سلامت باشید. بسیار خوشرو زیبا است. اصلا همین دختر تاجیک رو لباس ملی به حد میزیبد. بله زیبنده است. بسیار شیرین خوشرو، برای کار کردن به فکرم که بسیار راحت. نه البته کوفته دوست داشتم. کوفته دوست داشته، در برنامه دوست داشته، بله در کانال دوست داشته. عادتا در ده کارهایی که زنها انجام میدهند تا نصف روزی انجام میدهند که در آفتاب گرمی بله اذیت نشوند. خب بخش اولی ما شروع میشود از چیدن جواری. واه بله جواری رو میچینند آماده برای ما باز تیار میکند. بخش اولش چیدنش است، بخش دوم تیار کردن و بعدا دیگر بخش رو برای شما معرفی میکنیم. نصیبه رستمزاده بخش اول میرویم. خب میرویم کارتون رو میگیریم. بانو میخواد چیکار میریم؟ با کجا میریم؟ خیلی حوالی پالی میرویم. ای حوالی روی چیه؟ حوالی روی تو گل آوردم نبودی. باز یکون شعر زیبا قرائت میکنی نه؟ شعر زیبا؟ من چونه؟ چون میدونم که هواداران تو در صفحه اینستاگرامت بسیار زیادن و سلام علیکم میخوان که همیشه شعرهای بسیار پرمعنا زمزمه کنی، قرائت کنی نخترش. هر چی که شما خواهش کنید چرا نه؟ زور
واه بچه این مار نداشته باشه اینجا تا بوی ما کنه پامیدور داریم هرچی داریم گفتم میترسیم ترسیدم بخدم بردی خود یکم بار چی کردگی؟ چی؟ بود همین جگوری چیندگی یا کار زمینی کردگی؟ مردم کار میفرمونی؟ فرمان دادگیم کردگی هم خودم چیندگی نیستم خیلی میدونی چیکار میکنیم؟ چون بخش اول که جگوری چیدن است نیم کارسونچه را پر کده میچینیم پختگیش نمیدونی کدومش رسیدگی است کلون این کلونش اوجا چیندگی هم برای فروش و اوجا سر شید چناش کنم با کلون نیست اوجا میفهمی کدومش تیاره نه باز میفهمیم اگر هم خیلیش نباشه زنش این نداره ها داره وای خدای من اینجا زور بوده چیه؟ کیربا چیه؟ و این پری کیر بوده واو مایده میکشم من نمیسته بچه کده یا بربرا این خدارود میزنه کو چی؟ جگوری ها امو برگوش میبره میدونی؟ ها خیلی بی دستم هم اوشت تو خیرت که کرته اوسین دراز پشیدگی که بر بیو خیجده؟ ما پاجیزی کرته اوسین دراز میپوشم در زندگی من؟ بسیار گاه اوسین کالته میپوشم اوسین دراز حمایه کدگدن مثل این چیزا بخت دارم یا نموزد که خوب دوستان عزیز تو نیستم ساز این جگوری مخصوص برای خود جگوری مایده چیدم که خیلی چی میگن؟ ملایمکی بله جگوری یا شکای مقصد سخت نیست مایده ده ضرر نمیرسونه شیر جگوری میگن چی میگن؟ میده ده ها؟ خب تو بسیار فکری مرا میکنی تشکر فکری ما و فکری اهل اجازی رو میکنی تشکر زیاد دوستان بسیار عزتمند تماشابینان همیشگی برنامه‌های ما بخش اولی برنامه با چیدن جگوری بود نصیب رستم‌زاده توانست که در با زحمت‌های زیاد با کندن و بریدن این برگ‌های جگوری این بخش رو به انجام برساند بخش اول بود میگذاریم به بخش دوم در بخش دومی برنامه پختن طعام انیقترش
جواری هایی که چیده آورد همان را آماده می کند. در آغازی بخش از نصیبه خواهش نمودیم که شعر قرائت نماید. بیشتر در رسانه‌های یعنی سامانه‌های اینترنتی درباره مادر شعر قرائت میکنم و بسیاری ها خواهش میکنن که چرا فقط مادر میگوید پدر نیست گوید. این لحظه از محمد غایب یک چند مصرع قرائت میکنم. اگر جای خطا باشد عذر میخوام. پدر، تو کوه سر به آسمانی و ما کوه پاره ایم. تو قله بلندی و ما همچو باره ایم. بیرون شدن ز راه تو بر ما فلاکت است. تو راه آهنی و ما همچو قطاره ایم. در فکر زندگی ما آب و ادا شدی. تا ما شدیم به پا ای پدر تو دردی پا شدی. سر تا به پای پند ما دنیای حکمتی به مثل در بزرگی و فیض و سخاوتی. چو تیرمه می دهی تا آخرین ثمر ای باغبان عمر ما بر ما غنیمتی. ای باغبان عمر ما بر ما غنیمتی. بسیار خوب، بسیار عالی. تو بسیار دوست می‌داریم گفتی جوگوی من از کودکیم دوست می‌دارم. می‌داشتم و دوست می‌دارم. در ناحیه وقتی می آوردن ما می‌خریدیم و خودمون تیار می‌کردیم. این وقتی که می‌جوشونی در آبش خیلی نمک قطع می‌جوشونیم. چیه؟ از 40 دقیقه زیاد می‌جوشیم. آی هم انتظاری می‌کشیدم می‌رفتم می‌جوشیدم پختای نپختای چم جنگ می‌کرد من. دانجای قناق شما پازا. همه کار در سراسیمه حیاتا به طاقتمون نمیدونم برای چی دختری تبصبر نیستی؟ حسابی که شاید 7 ماه تولد شدگی من حساب باشه. 7 ماه تولد شدگی؟ با فقط میگن که امی تو سراسیمه بودی 7 ماه تولد شده همه کار در به طاقتی. باید میخوام تزم کار شوم. زیاده از 15 ساله که میشناسم تا نه فهمیدم که 7 ماه تولد شدگی. بخدا اگه کاری خونه گفتم ما مقصد در دهه کلان شدگی نیست. ما در ناحیه در رایون کلان شدگیم. خانه روی حولی بود خانمون. همه کار میکردیم فقط گاو مال نداشتیم. لیک بابام همسایه‌مون بود. ما تپک میکردیم. گاه ینگام که گاو می‌داشتم سطیل پتیلشون میبردیم یاردم میکردیم این حساب. نه خودم نزدیک نمیشه میترسیدم. بیام از سوال میتونم بردین مقصد از تهیه همین برنامه شما یعنی مقصد چی بود که همین برنامه را شما تهیه کردین و مقصد اثبات آنه که زنها یا بانوان تاجیک از اوده همه کار میبروین یا بسیار سوالی به مورد ما در این باره بسیار گفتگی که با میگم ممکن بعضا تماشاچیان در یاد نداشته باشن این چیزا. مقصد از تهیه همین برنامه یعنی بانوی پرهنر این شناس کردن کارها بعضا عرف و عادت‌های مردم دهه برای دخترای شهر است. مثلا خیلی خود در ممکن رایون ناحیه کلان شدگی باشه بعضا بانوانی هستن که بانوانی که در شهر تولد شده کلان شدگیان نمیدونن که واقعا هم در دهه زنها چی کارها رو انجام میدن. به همین خاطر من میخوام که بیاریم دخترای شهر رو در فضای دهه یعنی با رفتی کارهای دهه شناس کنیم. مقصد همین است. کسی که میتوند کسی که نمیتوند. خیلی کن تو که میدونم عنوان‌های خیلی زیاد داری. اکنون بعد از انجام این برنامه میبینیم که تو عنوان بانوی همه طرفه رو صاحب میشم یا که نه؟ امیدوارم که صاحب میشم. امیدواری؟ بله. جگوری اخیران و اینک توی جگوری تو میشه و اینک میرویم با جگوری پزی آتشدان رو میمونیم آتش رو روشن میکنیم و جگوری رو در آب انداخته میپزیم تا که بعدین از جگوری پخته ما لذت برد. چیشی؟ لخچه پره؟ نه
این کل داشته چی داشته؟ اونا چیزای دارو بود میکیدن همون سرفن پایان. این علاوم در گرفتیدی؟ تپک‌های خستدار مونه. باردین بسیار خوشرو پختن و بسیار همو گفتگی جگوری رو یوشک میگن هم خیلی حالی تماشابینات هواس جگوری را میخرن. اگه میگوی در اینجا جگوری نباشه. دوستان عزیز، آماده کردن جگوری در بخش دومی برنامه بود. الکی آماده شد. بسیار خوب، بسیار لذت چه بعد از خوردن حتما برای شما در سوبتیتر بیان میکنیم. میخوریم و دوام میتیم کارا. بله. بیاین بچه ها. بخش سوم برنامه بانوی پرهنر یکی از بخش‌های اساسی برنامه محسوب می‌یابد که این نباشد جوشیدن گاو است و نصیبه رستمزاده کاملا تیار است که این گاو را بجوشد. هم خیلی تیاره که ای ترس درنه که سوره خونده سام. ای شوخی بیرون وقتو گیریم اومده است. با این سرخ کوخی گاو ناز نمیبینه. اقلان یا بار بیا تو یا بار. نه هیچ کار رفته. مارم چیکار کنم؟ را بجوش گاوا. فی. شیم نه؟ شیمه گفتن چی میگفتن؟ باشه شیمه هر داشت. ای من نمیکنم. ریال نباخته همارا در برنامه هرچی میگفتم ما چی میترسی ناز میکنی گفته. رفته؟ ها یا برای رو خیلی کشه. نغمه نک رفته؟ ای خواهی سوی بگو و فایرد کن. رفته؟ او خیره چی خیلی گو داره. ای بچه یا بر بیا خیلی کشه. نه چوه؟ رفتم؟ ای من نمیرم. تیاره؟ شیم اینا هیچی نمیگه. فارو دکشیدی هیچی نمیگه. خب وای من میتوام. ای کجا بستم؟ ای کدوم طرف؟ یکی زنا. وی. ای طرف. ام خب بیو ایس بیو. او ایس بیو. ها. ایس بیو. شیم. ای بختم میترسم وقتی. ایرا بیا پوچش تک جمع داگه بیا اوس بستم خان. نه ای طرف بجی شوخی ای طرف میشن گوا. وقت پوچش بیدا کجاه؟ بذار پوچش اخی میکنه. پوچ تا اوس کو؟ مرم تا. پوچ تا اوس کو؟ بیا نکنیم با هر دینا می گوجوشی مرا نمیفراخی. وی ها. بکش ای بالا. ترس. چی نگم کسی بجور؟ بخدا نداره. مرم تا رو تاوس که. شیم. وای تو را دیده. وقتی قپیدن نجی خای بالا بکش میگم ای بالا. او ای بالا بای چند خای. ای بالا بکش. انا مخه. ای بخب ای بالا بکش. نداره. شیم. ای بالا بکش. ترسیدم با نامی خدا. دلم لرزده است. نه نمیکنم. بخدا یوجه وایشید نبی قارش کرد. این قار علاف بیار تشخر. شیم. خواهی نمیست دیگه این نمونده است. یه بار جستی ملخک دو بار سه بار این دفعه کانکره نمیزنم میدونیا؟ تو زدن شد. دفعه شب گفتی سایجا؟ رفته. شیم. یه بار دیگه تمام خیران با رفتم. شیم.
نیم برک دیگه این نمیمونه دیگه. باز گوشتا نزده است گو. شیم مرم تای مون نخه با همون شتگی نخه ها. نه نمیکنم. میخواه هنر داشته. انا میخواه بگو که نتونست. چیه؟ آن نداره آخی شیر. یه بار برو بینه پیچ خوک قشینوش. داجه پوستش خوکش دگه نداشتنه. یه بار برو بیده یه لرزیده استم وقتو. بخش سیومی برنامه با یک سطل شیر باری اول. چی نیست؟ نه گوی اهل خدم نتونسته. دوستان عزیز بخش سیومی برنامه ما با جوشیدن گاو بود که متاسفانه نصیب بانوی نازنین خوشگل خوشسخنی ما از عهده‌اش نبرآمد. و باید ذکر نمایم که به نظر تماشا کردن وقتی تماشا میکنه به نظر همگان خیلی آسان میتافته است. حتی من هم مثل شما کامنت های خوب نداشتم نسبت آن نفرانی که گاو جوشیدن نمیتوانستم و میترسیدن. التماس کامنت های بزیب نکنید، واقعا هم ترسناکه. وقتی ترسیدی؟ وقت دولم دلم لرزیده است. خا آدمی نکردگی وقتی آدم یک بار به ده میره یک بار میترسه دو بار میترسه با اساستا عادت میکنه. همه کار ده آدمیزاد چی میگن عادت شبیه عادت میکنن. به همین خاطر دخترکو وقتی به دهشو کردین زیغ نشین اساستا عادت میکنین. خب دوستان عزیز بخش سومی برنامه بود میگذاریم به بخش چهارم. خاله بیو بگی ساعتی لکم قپری کردم کی؟ اوه شیرای همسایه را پاک زد جوشته میکشم اونا. کدو کار کرد؟ اون شد پولک کلو. اون کسوکا اون شد پولک در پیشت. نیست شیر. عزیزان دل من اینک رسیدیم به بخش چهارم برنامه بانوی همه طرفه با یک بانوی بسیار زیبا و سخنور و سخندان و بهترین راوی بهترین روزنامه‌نگار نصیبه رستمزاده که میبینید با یک عربه بسیار زیبا و درونش پر در کارهای دهه در برنامه ما است. اینک بخش چهارم برنامه میبریم جای ما بابای زمستان ها؟ ها که بردین ها روز کار می نمیای پوست میکنم و خاک میکنم اثر توب بگرم اثر توب بگرم اینم تریه ای بوی چینش ما برم عشقی مردک بره ای بختو چیزا داره بگو هم مراره دونی جزیره خواهر میکنه خشتمان موزی خشتمان خورتون بر همون جا برسشون تک جا همون ها ها همون خیلی ها بره رفته سری پاورود دیجا وای کشتیم بختو ها انا یفتشه هم خیلی بردی تگیوشا با میگیری خیلی درد است بله میگم بسیار دختری با اقبال بوده بخش آسان آسانک نصیبت شده است با همورم نتونسته استم گفتی خشتمانت که کلین نخسی 18 سال شد من در ساحه تلویزیون کار میکنم ها 18 سال شد
راستی ما کار خانه برآمدگی ما نکردیم، کردیم در جوانی ها، ولی هازم جوانی هازم پر از انرژی. یعنی معلوم است که از کار برآمدیم، از کار حمله، از کار دهه دیگه چی بگم که نگفتنم بهتر. شرم کردیسم بخدا. تو بتوانی کار دهه را نداری دیگه؟ نداشتم دیگر. از درگی چی شرط نمیدیم برنامه تا دیگر دختر را بانوانه. بله درست است. میگفتم اکا همین کار چیه که تو نمیتونی؟ در حقیقت نه. آسان نبوده؟ خیلی دشوار. احسن ثنا باد به بانوان، زنان، دخترانی که در دهه عمر به سر میبرند و با این کار مشغول هستند. همه روزه. هزاران آفرین شما. شاید به نظر آنها نتابد که هر روز میکنن الک عادت کردن، ولی به هر صورت من احسن میگم به همون بانوان. هزاران آفرینشون صبح وقتی که از خواب میخیزن همه کارا را در یک روز به قول اسپید میکنن. بله و این کارهایی که ما کردیم های کارم نیست برای ویا. بله. باز از این کارهای دشوارتر نیست هست. چی بگم احسن میگویم و هر آرزو و نیت مقصد نیکی که دارم بگذار جامعه عمل باشن. برنامه ما ادامه دارد، میگذاریم به بخش پنجم. آیسته رسیدیم به بخش پنجم برنامه بانوی پرهنر با یک بانوی واقعا پرهنر و بسیار شیرین سخن و خوشگل و زیبا. جوانی سپاس. بخش پنجم کمی بخش وزن‌تر است و در بعضا خانواده در قشلاق‌ها مردها این کارها را انجام میدن و در بعضا خانواده‌هایی که مردها خیلی سرگرمی کار هستند زنها هم این کار را انجام میدهند. این هم باشد همین پرسایی که خوراک چاروای زمستانه هست، ما خواستیم که نصیب بانو همینا را درست جابجا کرده به بالا گذاشته برای زمستان فصل سرما آماده باشد. همینجا اینا را میبری بالا دا میزنی، پلتکه را میکشی، درست جابجا میکنی میره. آه نه شو تقييم آفرین. Yes! میشم خیر. نه نبراد موندی تو برکی موندن در کورک. آفرین. هنوز یه جا خالی هیا؟ آفرین. اوه نمیغلطه. ای شی طرفتر من نصیبه انا موی طرفتر کنم را اینه شیشه انا مورا
نه نمیشه. آفرین آفرین. کی میگه که نصیبه نمیتونه؟ آفرین. انا که در جای پد نیستمون. Stavano mix. Ay. یا بسم الله. ولی بند نداریم، بند بیاریم با همش جمع کرده ایسر میبندم. بازار افتگی هم بخری. بندمون تموم شده. مونده شدی؟ همون مرکان واه ایره بید. توی دستم کنده. واه چی روز بود؟ کاری ده آسان نیست. خوب چه؟ میشد خیاط میگیریم استوستا گفتیم کو وزمینه؟ خیلی وزبینه نوشه کاری ما نیست. خب همین است نصیبه جان، کاری ده آسان نیست. انم خیلی زخم ها میبرداری و بعدم به قدر زنهای ده میرسن. البته که به قدر زنهای ده رسیدیم و شکر میکنم که یعنی پس از ختم مکتب به دانشکده داخل شدم و تحصیل کردم و تحصیل دیده که بودم یعنی کار و فعالیت کردم و یعنی به کارهای آسان دست زدیم. خب یگان تجربه خوب گرفتی؟ و از آمدگیت پشیمان نیستی؟ نه از آمدنم پشیمان نیستم، برعکس باز شما به من خاطر رسان کردید که واقعا در کودکی و در دوره مکتب خانی گرچنده اینقدر مشکل نیم با مانند همین کارها ما میکردیم و باز یادآور شدیم که هست همین گونه کارها حالا. خیلی یک تاثیرات خوب برداشت کردم، یعنی شاید خیلی سالهای زیاد بود که بعد ده نرفته بودم برای کار کردن. سپاس میگم برای دعوت، ولی میخوام یک چیز رو یعنی درک کنیم که امروز موقع زن در جامعه خیلی بالا رفته است با تشبث و اقدام پیشوای عاقل و خردمند ما که امروز زنان در برابر مردان در همه جاده ها ساحه ها کار و فعالیت میکنند، برابر مردها یعنی کم نیستند، یعنی از اودای همه کار میبرایند نوبسته از آن که کار چی در دهه باشد چی در شهر باشد یا در کدام سمتی که نباشد. امروز ما اگر بگیم که میتوانیم واقعا هم میتوانیم. برای همین شکر میگویم، شکر این آبادی، شکر این تنجی و امانی، شکر میگویم که وطن ما اینقدر آرام است نوبسته از آن که ما چی کار میکنیم، یعنی خود در دهه باشد خود در شهر باشد در همه سمت ها ما آرامانه آسوده کار میکنیم و زندگی خوش رو پیش میبریم. حتی زنهای هستن که این گونه کارهای وزمین کردن نمیتوانند ولی هنرهای مردمی اینقدر پیش رفتن امروز که همه هنرمندان یعنی بانوانی که هنرمند هستند طریق سوزاندوزی میتوانند زندگی خود رو پیش برند. بله، با شکرگزاری از این دیاری آباد و آرام و زیبا برنامه نوبتی بانوی پرهنر را به انجام میرسانیم. همیشه صحتمند و امان باشد و برنامه های ما را پیگیری کنید. تا دیدارهای نیک، خدا نگهبان همه شما. خیر.